بوف تقدیم می‌کند. کتاب یکرنگی نوشته دکتر شاپور بختیار، بخش سوم، قسمت هفتم. شوروی شاه را ترجیح میداد. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. در اوایل ماه ژانویه خبر شدم که یک ژنرال آمریکایی به نام هویزر در تهران است. او را نه ملاقات کردم و نه در هیچ لحظه‌ای با او تماسی داشتم. فقط می‌دانستم که هویزر افسر نیروی هوایی و معاون ژنرال الکساندر هایگ است که در آن زمان فرمانده کل نیروهای پیمان آتلانتیک بود. این قضیه بیش از حد متعارف ذهن مرا به خود مشغول نکرد، چون مسئله تازگی نداشت. ژنرال‌های خارجی و به خصوص آمریکایی را دائم به خورد ما می‌دادند. آمریکا دستگاه عریض و طویلی در ایران داشت. چند هزار مشاور نظامی آمریکایی از خزینه ما مزد دریافت می‌کردند که رقم مالی قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رفت. پادشاه از این مشاورین خصوصاً و از آمریکایی‌ها عموماً شنوایی داشت. وقتی پادشاه با تعجب میگوید من نمیفهمم چرا آمریکایی علیه من قد علم کردند، در حالی که من هرچه آنها گفتند قبول کردم. در حقیقت حرفش منطقی است. نه شاه و نه فرمانده ستاد مشترک هیچ کدام حضور این ژنرال آمریکایی را به من اطلاع نداده بودند. در ظاهر ژنرالی بود که به دیگر ژنرال‌ها افزوده شده بود و تنها فرقش با بقیه این بود که در نیروی هوایی بود و در پرتو حوادث بعدی اهمیت این مسئله آشکار شد. زمانی که نظامیان شانه از زیر بار وظایف خود خالی کردند، نیروی هوایی قبل از دیگر نیروها دولت مرا رها کرد. قره‌باقی فقط به من گفت که با هویزر مذاکراتی داشته است. در این مطلب هم مسئله‌ای غیر عادی وجود نداشت. اولین بار نبود که معاون هیگ به ایران می آمد. به علاوه معمولاً برای خرید این یا آن نوع هواپیما و یا مسائل فنی دیگر با او مشورت می شد. سفر او به ایران سفر فرمانده کل نیروهای پیمان ورشو به ایران نبود که مرا به فکر بیاندازد و در پی دلایل این بازدید برایم. البته حضور هویزر مایه آرامش خاطر نبود، ولی یکی از گره‌های متعدد کلاف سردرگم کارهایی بود که باید یک یک باز می‌شد. امکان باز کردن همه آنها در آن واحد وجود نداشت. پرسیدم هویزر در این مذاکرات به شما چه گفته است؟ قره‌باقی گفت اطلاع داشتید که اعلیحضرت قبل از عزیمت او را به حضور پذیرفته بود؟ غیر معمول نیست که پادشاه ژنرالی عالی رتبه را به حضور بپذیرد، ولی من قصد دیدار او را ندارم. اگر حرفهای معقولی میزند که در جهت سیاست من است گوش کنید، ولی اگر درباره مسائلی که در صلاحیتش نیست اظهار نظر میکند حرفهایش را نشنیده بگیرید. شما تحت فرمان او که نیستید. اگر در کاری مصر بود مسئله را با من در میان بگذارید. هویزر با فرمانده ستاد مشترک، فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی زمینی و فرمانده نیروی هوایی در تماس بود، ولی سر و صدای چندانی نداشت. من چنان کار و مشغله داشتم که رفت و آمدهای او از جمله نگرانی‌های کم اهمیت هم به شمار می آمد. اگر اطلاع می داشتم که او به ایران برای اجرای مأموریتی مخفی آمده است، ناگزیر بودم یکی از این دو رفتار را پیش گیرم: یا بلا فاصله از کشور اخراجش کنم یا احضارش نمایم و ببینم که چه میگوید. رئیس ستاد مشترک را مأمور کرده بودم که اگر از طرف هویزر رفتاری مشکوک دید مرا مطلع سازد. من تصور میکنم که در واشنگتن سیاستی روشن وجود نداشت. اطلاعاتی که توسط سفیر آمریکا ویلیام سولیوان، سازمان سیا و دیگران و در اواخر ژنرال هویزر جمع آوری میشد به روی میز کارتر میرسید. هر کدام دیگری را خنثی میکرد و تردیدها و تزلزلها از همین وضع ناشی میشد. آمریکایی‌ها چندین بار از طریق افسران
یا ایرانیانی که در سفارت کار میکردن و یا از راههای دیگر سعی کردند که با آخوندها روابطی برقرار سازند. قبلا یعنی در زمانی که دامنه تحریکات وسیع میشد و ارتش گاه پیشنهاد میکردند که محتاطانه عمل نماید و گاه میگفتند آماده مقاومت در مقابل ملاها باشد. بنابراین نفوذ مستقیم آمریکا بر ارتش وجود داشت، ولی پیشنهادات تا لحظه آخر ضد و نقیض و مبهم بود. تصور من این است که مأموریت ژنرال هویزر در مرحله اول این بود که مانع کودتای ژنرال‌ها شود. آیا لازم بود که از افسران خواسته شود که دست به کودتا نزنند؟ تمام قرائن بر این حکم می‌کند این ژنرال‌هایی که از مملکت بهره بسیار برده بودند و می‌بردند وقتی کشور نیاز به خدمت آنها داشت در انجامش عاجز ماندند. این ناتوانی در 12 فوریه 22 بهمن آشکارا نشان داده شد. هویزر آمده بود به آنها بگوید دولت هر که می‌خواهد باشد، مال بختیار، سنجابی یا بازرگان، کودتا در کار نیست. تصور نمی کنم قصد او از این سفر پیشنهاد اعلام بی‌طرفی به ژنرال‌ها بوده باشد و در نتیجه ایجاد این خطر که ملاها چند روز بعد بلا مانع سفارت آمریکا را اشغال کنند. فقط آدمی مخبط ممکن است مرتکب چنین عملی شود. در هر حال با در نظر گرفتن شدت گرایش‌ها به سمت خمینی محتمل است که او برای ژنرال‌ها حق انتخاب و اختیاری گذاشته باشد. مثلا پیشنهاد کرده باشد اگر به نظرتان میرسد که نمیتوانید از دولت بختیار یا از دولت بعد از آن حمایت کنید، چنانچه مایل بودید کنار بروید، ولی یک پارچگی خود را حفظ کنید و ارتش را آماده خدمت نگه دارید. اینجا پانویس توضیح داده. هویزر در کتاب خاطرات خیش که چند سال پس از نگارش یک رنگی منتشر شد بر این نکته انگشت می‌گذارد که بختیار مرد میدان مصاف با خمینی است و از این که به دلیل پیروی از دستورات نظامی هیچگاه نتوانسته با او تماس مستقیم داشته باشد ابراز تأسف می‌کند. باز می‌گردیم به متن. این راه حل نهایی از طرف یک ژنرال خارجی که به نفع منافع کشور خویش است میتواند پذیرفته باشد، ولی ژنرال‌های ما در همین حد هم اقدامی نکردند و پریشانی و از همگسیختگی کامل ارتش را برگزیدند. پادگانها را در معرض غارت اراذل و اوباش قرار دادند که از اطراف و اکناف سرازیر شده بودند تا خود را به سلاح‌های سبک مسلح سازند و کشور را به خاک و خون بکشند. در هر صورت سالیوان با به قدرت رسیدن ملایان نظر مساعد داشت و هویزر می‌کوشید جلوی کودتای ارتش را بگیرد. اسنادی که تا به حال منتشر شده است همه در تایید این تعبیر است. نمیدانم که بازرگان با هویزر ملاقات کرده بود یا خیر. در هر حال اگر ملاقاتی صورت گرفته باشد در حضور شخص سومی بوده است، چون بازرگان زبان انگلیسی نمیداند و هویزر به فرانسه که میتوانست زبان مشترکشان شود حرف نمیزند. نقش مقدم هم در این میدان بسیار مبهم است. یک چیز مسلم است، در اواخر آن هفته سرنوشت ساز مقدم آشکارا به سمت بازرگان که به او قول داده بود در سمت ریاست ساواک ایفایش خواهد کرد متمایل شده بود و در آن روزها من فراغت این که وقتم را صرف این کنم که بدانم چه کسی به چه کسی چه گفته است نداشتم و منابع مطمئنی که از طریق آنها بتوانم اطلاعاتی کسب کنم تا بدانم چه آشی در حال پختن است در اختیارم نبود. نتیجه مأموریت هویزر در هر حال مثبت نبود و آمریکا جریمه‌اش را پرداخت. یکی دیگر از پیامدهای به قدرت رسیدن من در زمینه سیاست خارجی برانگیختن خشم شوروی‌ها بود. روابط شاه با شوروی به استثنای دوران پس از سقوط مصدق همیشه مؤدبانه ماند. اختلاف‌های کوچک آنها درباره جنگ 6 روزه دنباله‌های جدی پیدا نکرد. برژنف، کاسیگین و پادگورنی همه سفرهای رسمی به ایران کردند و در تمام سخنها و گفتگوها مرزهای مشترک ما
با صفت مطمئن و روابط ما با صفت دوستانه وصل می‌شد. هنگامی که ملاها به حملات شدید علیه شاه دست زدند، روس‌ها از نشان دادن هر نوع واکنشی خودداری کردند. در سراسر پراودا کمترین حرف دو پهلویی که متخصصین کرملین بتوانند درباره‌اش تعبیر و تفسیر بنویسند پیدا نمی‌شود. ولی وقتی خبر پخش شد که قدرت به یکی از رهبران ملی و خصوصاً آدم سوسیال دموکرات واگذار می شود، رفتارشان از امروز به فردا تغییر کرد. تشکیل کابینه من آنها را از کوره به در برد، بیان که این ظرافت را به خرج دهند که لااقل صبر کنند و ببینند که ما چه می کنیم. بدگویی را آغاز کردم و وقتی در نظر بگیریم که تحولاتی که من کمر به انجامش بسته بودم لااقل از بعضی قسمت‌ها منطبق با حرف‌هایی بود که توده‌ای‌ها همیشه سنگش را به سینه می‌زدند، وخامت این حملات نمایان‌تر می‌شود. اینجا پانویس توضیح داده معنی لغوی پراودا حقیقت است و نام نشریه‌ای که به دست کارگران سن پترزبورگ در 5 مه 1912 بنیانگذاری شد. اولین سردبیر آن استالین بود و در اکتبر 1917 این روزنامه ارگان حزب کمونیست شوروی گردید. باز می‌گردیم به متن. از این رو با آن رو شدن سیاست شوروی مرا به یاد روزی در جوانیم انداخت که از فرستنده رادیویی شنیدم که رینتروپ به مسکو رفته است تا پیمان عدم تعرض را امضا کند. باز پانویس اینجا توضیح داده روبینتروپ یواخیم فون 1893 تا 1946 سیاستمدار آلمانی که در جنگ جهانی اول افسر ارتش بود و پس از آن مدتی به تجارت پرداخت. سپس در سال 1932 به عضویت حزب نازی درآمد. مدتی سفیر آلمان در انگلستان بود و در سال 1938 وزیر امور خارجه شد و در سال 1939 قرارداد عدم تعرض را با استالین امضا کرد. روبینتروپ در دادگاه نورنبرگ محکوم به مرگ شد. باز می‌گردیم به متن. این اتحاد موحش سپتامبر 1939 بین آلمان هیتلری و روسیه استالینی در آن زمان سخت مرا به خشم آورده بود، ولی 40 سال بعد تحیرم از رفتار شوروی ها کمتر بود، چون دیگر دستگیرم شده بود که سیاست شوروی معجونی از تضاد و بیشرمی است. این را نادیده نمیگیرم که تجزیه تحلیل آنان قبل از هر چیز از دید عملی است. خشم آنها در زمانی که تصور کردند ممکن است دولت من در برقراری نظم و آرامش موفق شود بالا گرفت. طبق موافقت‌های یالتا، اینجا یه پانویس توضیح داده درباره یالتا. یالتا نامی از شهرهای استان اوکراین است که در ساحل دریای سیاه قرار دارد. این شهر از تاریخ 4 تا 11 فوریه 1945 محل کنفرانسی بین چرچیل، روزولت و استالین بود. طبق تصمیماتی که سران دولت‌ها در کنفرانس یالتا اتخاذ کردند، ممالک مختلف جهان را به 2 منطقه نفوذ غرب و شرق تقسیم کردند. به علاوه طی همین کنفرانس بود که فتوحات روسیه تلویحاً از طرف قدرت‌های بزرگ به رسمیت شناخته شد. باز می‌گردیم به متن. طبق موافقت‌های یالتا ایران در منطقه نفوذ کشورهای غربی قرار دارد و هر عامل جدیدی که ثبات آن منطقه از دنیا را به خطر اندازد و ورود خمینی برای هر ناظر هوشمندی یکی از همین عوامل بود. روس‌ها را به کشاندن ایران به طرف بلوک شرق امیدوار می‌سازد. ادوارد ماسکی درست گفته است. تجزیه ایران راه نفوذ شوروی را در منطقه خلیج فارس هموار می‌کند. از این دید دیپلماسی شوروی مرا از وزارت امور خارجه آمریکا جدی‌تر گرفته بود. صفحه 121 بخش سوم قسمت 8 چرا گذاشتم خمینی به ایران بازگردد؟ گفتم که ذات خمینی را خوب شناخته بودم، فقط درجه سبیعت او را دست کم گرفته بودم. روز ورود او به تهران یعنی اول فوریه فرا رسید. در شهر جنون مستولی بود. ازدحام عظیم جمعیت بیداد می‌کرد. مهدی حمامه بر سر و عبوس از راه می‌رسید. احساس می‌کردم که آفتی بر مملکت افتاده است.
ولی هیچ یک از اظهارات او به اندازه جوابی که به وسیله دیلماجش قطبزاده به یک خبرنگار ایتالیایی داد دل مرا نفشرد. پانویس اینجا توضیح داده در زمان ترجمه این اثر صادق قطبزاده همراه و همقدم و همزبان روح الله خمینی در تهران اعدام شد. سرنوشت این پسر معنوی امام نیز چون دیگر معماران جمهوری اسلامی سرنوشتی تلخ و نافرجام بود. باز میگردیم به متن. در جواب سوال خبرنگار که پرسید پس از 15 سال دوری در بازگشت به وطن چه احساسی دارید؟ گفت هیچ. مردی که در سال 1963 محکوم به اعدام شده بود سپس به دلیل میانجیگری عده‌ای از جمله پاکروان از مرگ نجات یافته بود. در ترکیه و بعد در عراق در تبعید به سر برده بود. چند ماهی را در فرانسه گذرانده بود و 80 سال از عمرش می‌گذشت. در لحظه پا گذاشتن بر خاک ایران هیچ احساسی، هیچ رقت و تأثری نداشت. هیچ. چه دل سنگی. عجب عنصر بی‌عاطفه‌ای. شاید تصور شود که قصدش تحریک بوده است یا هیجان بازگشت موجب دادن این جواب شده است یا حتی خواسته است حرف مناسبی بزند که به درد نشریات بخورد. از حرف مناسب بهتر است حرف نزنید. در وجود خمینی ذره طنز به ودیعه گذاشته نشده است، ولی آنچه وحشتناکتر است این است که در او نشانی از عواطف و احساسات هم نیست. از این بابت شکی باقی نمانده است. او خود بارها این مسئله را به ثبوت رسانده است. شاه که دشمن خونیش بود در سال 1963 نسبت به او بخشش و ترحم نشان داد و حتی در همان روز ورودش ما برای حفظ جان او تمام نیروی امنیتی که در اختیار داشتیم به خطر انداختیم برای این موجود غیر انسان و خبیث که در امن و امان به نیت ایجاد پریشانی به ملک ما می آمد. به من ایراد گرفتن که چرا گذاشتم او به ایران بازگردد. آیا می توانستم نگذارم؟ اولا باید تصریح کنم که بازگرداندن او گرچه جزو برنامه من نبود یکی از درخواستهای خوشباورانی بود که امروز ناگزیر کفاره‌اش را پس می دهم. به علاوه من از قدیم و ندیم گفته بودم که تمام ایرانیان بدون اجازه دولت حق ورود به ایران را دارند. به این نظر اعتقاد داشتم و امروز هم به آن معتقدم و میگویم جزو حقوق طبیعی هر شهروندی است. به عنوان مثال من نمیتوانم بپذیرم که مخالفین رژیم در شوروی از حق تابعیت کشورشان محروم شوند. تنبیه کردن آنها مسئله دیگری است و نیاز به پرونده جدا دارد، ولی تابعیت آنها حق مسلم آنهاست. می شود و باید یک نفر خارجی نامطلوب را از کشوری اخراج کرد، ولی شهروند هر ملکی هر قدر هم خلافکار باشد مملکتش خانه اوست. شایع بود که خمینی ایرانی نیست و ملیتش مورد تردید است. این حرف نادرست است. پدر این موجود ایرانی و مادرش هم از روستاییان مملکت ما بود. اجدادش هم اهل کشمیر بودند. بنابراین خود او نواده خانواده مهاجر به شمار می آید و امثال او در همه ممالک بسیارند. افسانه‌های مختلفی درباره این موجود بافته شد. می‌خواستند او را فرزندی یکی از مخالفین رژیم جلوه دهند که به دستور رضاشاه اعدام شده است. در این شایعه هم نشانی از حقیقت وجود ندارد. پدر خمینی 20 سالی قبل از به تخت نشستن رضاشاه مرده است. اعدام هم نشده، بلکه به ضرب 3 گلوله ولگردی که به زنش دلبستگی داشت به قتل رسیده است. این حوادث در دهکده‌ای که در آن زمان ساکنش بودند اتفاق افتاده است. ظاهراً قبل از سکونت در آن محل مدت‌های مدید سوار بر خر از محلی به محل دیگر کوچ می‌کردند. قاتل پدر خمینی که مردی رز بوده است و به مردم بی‌دفاع آزار می‌رسانده دستگیر، محاکمه و محکوم به اعدام می‌شود.
نه طبق قوانین اسلامی بلکه طبق قوانین مدنی. آیا در زمان حکومت خمینی میتوان انتظار چنین عدالتی را داشت؟ من قضیه را به این شکل میدیدم: این ملا که در ایرانی بودنش شکی نیست میتواند به ایران بازگردد، ولی اگر خلافی از او سر بزند توسط دادگاه‌های صالح و طبعاً با تمام تضمین‌هایی که قانون پیش بینی کرده است به محاکمه کشانده خواهد و مثل دیگر شهروندان حکم دادگاه در موردش اجرا خواهد شد. اشتباه من در این بود که از روی منطق استدلال می‌کردم، در صورتی که جنون، پریشانی فکر و نقض ابتدایی ترین حقوق جایی برای منطق نمی‌گذاشت. در مقابل مهلکه این چنینی میشد که من یکی از اصولی را که محترم می‌داشتم زیر پا بگذارم و جلوی این موجود پلید را بگیرم، ولی لازم بود اول از او خلافی سر بزنم. نمیشد او را صرفاً به دلیل مقاصدی که داشت به محاکمه کشاند. به علاوه مقاصدی که ابراز میکرد برقراری آزادی و خوشبختی برای مردم بود. چه دلیل محکمه پسندی میتوانستم ارائه دهم؟ مردم باور کرده بودند این موجودی که از راه رسیده است 25 سال دیکتاتوری را به پایان خواهد رساند. به علاوه دعای خیر و سجاده و تسبیح هم ضمیمه دارد. در نتیجه کسانی که درد اسلام داشتند جذب او شدند و از همه مهمتر با برداشت‌های شرقی به او ابعادی فوق طبیعی دادند. زمانی هم که به برانگیختن رجاله ها مشغول شد من دیگر هیچ امکاناتی برای بازداشت او نداشتم. موجی با قدرت و شدت او را بر فراز خود حمل می‌کرد. آنچه نباید بشود شده بود. من هموطنانم را از آنچه در شرف اتفاق بود از طریق رسانه‌ها و نشریات برحذر کردم. گفتم که این مرد جانور مهیبی است و عامل فاجعه خواهد بود. لااقل این خرده را نمیتوان بر من گرفت که تمام اخطارهای ممکن را در این باره ندادم. آیا خمینی چنان که گفتند با سرویس جاسوسی انگلستان در ارتباط بود؟ فقط کافی است یادآور شوم که او از اعضای اخوان المسلمین است، یعنی نفرت انگیزترین گروهی که کره ارض به خود دیده است. اخوان المسلمین با انگلیس ها پیوند قدیم و عمیق دارند. اسناد موجود شاهد این مدعاست. از 150 سال پیش انگلستان همیشه با ملاها به طور عام و با اعضای اخوان المسلمین به طور اخص روابط نزدیک داشته است. هر بار که آنها دسیسه سیاسی چیدند یا کودتایی برپا کردند با کمک و همدستی ملاها بوده است. اخوان المسلمین دست در دست انگلیس ها علیه ناصر در مصر، علیه شاه در ایران، علیه ملک حسین و علیه سادات توطئه کردند. در همه جا این پدیده تکرار شده است. بنابراین خمینی با سرویس جاسوسی انگلیس لااقل از طریق غیر مستقیم اخوان المسلمین در رابطه بوده است. در هر حال سرویس جاسوسی انگلستان در جهت منافع خمینی کار کرد. آن قسمت کوچکی از این توده یخ مواج که از آب بیرون است و به چشم دیده می شود کمکی است که رادیوی BBC به اون نمود. این فرستنده رادیویی وسیله تبلیغاتی بسیار موثری در ایران است. یکی از دلایل این که برخلاف رادیوی فرانسوی که هرگز صدایش به گوش نمی رسد خوب شنیده می شود. زمانی که سفیر فرانسه به ملاقاتم آمد به او گفتم چرا ما در اینجا حتی نیم ساعت برنامه رادیویی هم از مملکت شما نداریم؟ افغانستان هم ندارد، در حالی که در این دو مملکت بیش از 50 میلیون نفر زندگی می کنند. فرانسه به بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی توجه دارد و در تمام دنیا مدافع هدفهای والاست. چرا مختصری بیشتر به ایران توجه نمی کنید؟ BBC به چند دلیل در ایران از اعتبار فوق‌العاده برخوردار است. اول، در طول جنگ جهانی دوم اخبار نسبتاً درست و واقعی را پخش می‌کرد.
به علاوه پس از چند نسل ایرانیان تصور میکنن هنوز انگلستان دوران ملکه ویکتوریا و اولین نیروی دریایی دنیاست و قدرتی باثبات که میشود به آن اعتماد کرد. میگویند انگلیسی ها آدم های معقولی هستند، وقتی چیزی میگویند پرت و بی‌اساس نیست. حرفایی که از واشنگتن یا مسکو میرسد با قید احتیاط تلقی میشود، ولی وقتی منبع خبر انگلیسی باشد تضمینی برای صحت گفته هاست. سالهایی که در اپوزیسیون بودم به اندازه کافی از این ماجرا آگاه شدم. زمانی که عضو هیئت اجرایی جبهه ملی بودم متوجه شدم که تا چه حد انگلستان بر بازار حاکم است. همان بازار کذایی که از بسیاری جهات منفور است به سادگی آلت دست این فرستنده می شود. وقتی مأمور بودم که تصمیمات جبهه را به بازاریانی که به تشکیلات ما وابسته بودند اطلاع دهم، بارها از زبان آنها شنیدم الان BBC را گوش می کردم، ظاهراً پس فردا بازار تعطیل خواهد بود. و من ناگزیر بودم جواب بدهم شما اطلاعاتتان از من بیشتر است، چون کمیته هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است و تاریخ تظاهرات را قاعدتاً من باید به شما ابلاغ کنم. امکان داشت اعتصابی برپا شود که هیچ یک از احزاب دستورش را نداده باشند و در حقیقت تصمیمش در لندن و توسط یکی از گویندگان صاحب تخیل این فرستنده رادیویی گرفته شده باشد، چون صدای لندن وحی منزل بود. BBC برای خدمت به مملکتش و اشاعه سیاست آن بسیار قبل از آن که خمینی وارد ایران شود یا حتی به فرانسه بیاید از او حمایت میکرد. انگلیس ها هرچه بگویند BBC کاملا مستقل از دولت است، انگلستان هم مثل فرانسه و دیگر کشورهایی است که بودجه وسایل ارتباطات جمعی آن اصولاً از طرف دولت تامین می شود. برای همین است که فقط با دقیق شدن در لحن BBC می توان گفت که سیاست انگلستان بی تردید نسبت به خمینی نظر مساعد داشت. چون من نمیتوانم این موجود را خارج مرزها نگه دارم و نه او را به زندان افکنم که مانع آفت رسانی شوم، سعی کردم راه حلی پیدا کنم و دوستانی را که به درجات مختلف و با شدت و ضعف به اهداف خمینی جذب شده بودند ببینم. دیدار بازرگان به نظرم نافع آمد، چون هم به اندازه سنجابی دمدمی نبود و هم متدین بود و میتوانست کمکم کند. به علاوه سوابق و آشنایی هر دو ما طی مبارزات گذشته و خفقانی که مشترکاً در زندانهای پادشاه چشیده بودیم عامل دیگری بود که به این دیدار حکم میکرد. ملاقات ما میبایست به بی سر و صدا ترین نحو برگزار میشد. از دکتر سیاسی رئیس اسبق دانشگاه تهران خواستم که ما را در خانه‌اش بپذیرد و چون امروز او در فرانسه به سر میبرد میتوانم بدون وحشت از اینکه صاعقه ژوپیتر اسلامی بر سر او نازل شود نامش را ببرم و در ضمن از این فرصت برای اظهار تشکر از او استفاده کنم. ما حدود 1.5 ساعت به بحث نشستیم. بازرگان به تمام نظرات من بدون تغییر با این کلمات جواب میداد: حرفت درست است. پس چرا همانجا توافق نکنیم که روشی واحد پیش بگیریم؟ در اصول گفتگوها اختلاف و برخوردی وجود نداشت، ولی اطلاعاتی که من داشتم نشان میداد که در عمل توافق نیست. شنیدم که قصد دارد تو رو نخست وزیرش کند. تو مطمئنی که میتوانی با او کار کنی؟ آسان نخواهد بود. او که مثل من و تو استدلال نمی کند. ما هم شبیه هم استدلال نمی کنیم، اما هنوز امکان توافق درباره بسیاری نکات را داریم. درست است، اما کار مشکل خواهد بود، مخصوصاً در این فضای هیجان زده. از این حرف باید به این نتیجه رسید که همکاری بین آن دو راه حل دلخواه نبود. معاذا بازرگان کار کردن با خمینی را به همکاری با من ترجیح داد. چرا؟
در ادامه تبادل نظرها بالاخره متوجه شدم که بازرگان چنین رویایی در سر می‌پرورد. خمینی در تهران است ولی ظرف چند روز آینده به قم خواهد رفت و جا را خالی خواهد کرد و به نماز و روزه‌اش خواهد رسید، در حالی که من بازرگان حکومت خواهم کرد. الان وقت آن نیست که سوار قطار بختیار شوم که تازه در بهترین شرایط حکم کمک راننده‌اش را خواهم داشت. بازرگان بیچاره تنها کسی نبود که چنین حسابی میکرد، ولی بازرگان از آینده بیخبر بود. خمینی زاهد خلوت‌نشین نشد. به قم رفت ولی دوباره به تهران بازگشت و اگر خدا به داد ما نرسد تا لحظه مرگ هم همانجا خواهد ماند. 2 روز بعد خمینی بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرد. طبعا یکی از ما دو زیادی بود. وقتی خبر را به من دادن در مجلس سنا بودم. یک دولت ساختگی به موازات دولت قانونی به وجود آمده بود. باید اقرار کنم که من از این خبر همان استقبالی را کردم که از عزای پس از عروسی میتوان کرد. بازرگان درباره اربابش به من گفته بود: این مرد عجب حیوان درنده است. معهازا پذیرفت که نخست وزیرش شود. 3 روز قبل من اعلام کرده بودم که در مملکت فقط یک دولت وجود دارد. حرفی که بیشک اگر مونتسکیو میشنید موجب تعجبش میشد، ولی آشوبی که در آن به سر میبردیم ناگزیرمان میکرد که حقایق بدیهی را یادآور شویم. من به ارتشیان دستور دادم که فوراً تمام وزرای کابینه کاذب را که میشناسند بازداشت کنند. برای بازرگان پیام دادم که من اهل تسلیم نیستم. اگر لازم باشد مجلس را منحل میکنم تا انتخاباتی آزاد صورت گیرد و اگر اکثریت را به دست نیاوردم بدون جنجال قدرت را به دست دیگری میسپارم. صفتی که از نظر من یک رئیس دولت را ممتاز و مشخص میکند. برتری بر دیگران نیست، بلکه این است که بتواند در هر شرایطی و به خصوص در شرایط سخت آرامش ذهنش را حفظ کند. اگر تنها همین یک قابلیت هم در من بود، تصمیم داشتم تمام و کمال به کارش گیرم. بخش سوم، قسمت نهم. شیادی آیت الله. یه جاست درباره مفهوم کلمه انقلاب وقتی در مورد خمینی بر زبان می آید توضیح داده شود. این شخص هرگز قصد نداشت به معنایی که این لغت در غرب به کار می رود انقلاب کند. وقتی این کلمه در رابطه با کرامول در انگلستان قرن 17 میلادی به کار گرفته می شود یا درباره حوادث 1789 در فرانسه و یا ارتباط با اتفاقات 1917 روسیه، دقیقاً می دانیم از چه صحبت می کنیم. عده‌ای از نظام حاکم به غلط یا به درست ناراضی بودند و آن را برهم زدند و نظامی دیگر با ضوابطی کم و بیش مبهم بر جای آن نشاندند. ولی در هر حال همیشه این کار را به نام آزادی کردند. بین انقلاب‌ها آن که از همه رادیکال‌تر و موفق‌تر بوده است انقلاب اکتبر است. خمینی حتی به شکلی مبهم هم نمی‌دانست انقلاب چیست. او حتی در دنیای بسته و محدود افکار خودش زندانی و هدفش احیای صدر اسلام بوده است. اسلام دوران محمد و خلفای راشدین. غایت آرزوی او این است و جز این نیست. کمی قبل از آمدنم به فرانسه در این زمینه مقاله‌ای به دستم رسید با عنوان جوشش اسرارآمیز اسلام. در این ماجرا نه جوششی وجود دارد و نه سری. اگر خروشی هست از عده‌ای افراد هار افسار گسیخته است که در حال جنون و هیجان مدام به سر میبرند. در مسیحیت سر و راز دیده می شود، در اسلام خیر. در هنر و موسیقی احتمالاً رمز و رازی هست، در الله و رسول ابداً. اسلام فقط اوامر و دستورات صادر می کند، یا باید اطاعت کرد و یا رد.
یک خانم خبرنگار رادیویی در این مورد روزی از من سوال کرد که آیا پدیده خمینی را میتوان به معنای جهش و فوران عمقی اسلام تلقی نمود؟ جواب من روشن بود. در این حادثه فقط اشخاص کمهوش جاهل دخیلند که آرزویشان بازگشت به قهقرا، در حقیقت بازگشت به 14 قرن پیش است. به این خانم گفتم در این ماجرا به دنبال شعر و فلسفه نگردید، چون وجود ندارد. جوهر اسلام فقط مغفرت و آمرزش نیست. خمینی مرد خونخوار خونریزی است و سنت‌های اسلامی را در این محدوده حفظ می‌کند. یک نکته مهم، تأثیری را که او از همان یورش اول بر مردم ایران گذاشت توضیح می‌دهد. خمینی در تبلیغات خود هرگز الگوی جامعه اسلامی را عنوان نکرد. به رژیم شاه بر پایه‌های دیگر حمله نمود: دیکتاتوری، فساد، قانون شکنی، بی‌عدالتی، ساواک و غیره. گاه به گاه هم میگفت که اسلام در خطر است و یا قوانینی که به تصویب رسیده است ضد اسلامی است. داخل پرانتز از جمله قانونی که به زنان حق رأی میداد. ولی خوشمزه اینجاست که بقیه حرفایش کم و بیش گفته‌های اعضای جبهه ملی بود. ما میگفتیم که اگر قانون اساسی رعایت شود رژیم سلطنتی نه بد است و نه مایه سرشکستگی. پادشاه در مملکت ما که بافت اجتماعیش را اقوام مختلف تشکیل میدهد سمبل بسیار خوبی برای وحدت ملی است. ولی خمینی افکار دیگری در پس ذهن داشت که بر اساس جهل مطلق او درباره تمدن و پیشرفت ساخته شده بود. بسیاری این آگاهی را نداشتند و تصور می‌کردند که وقتی خمینی به قدرت برسد بساط بی‌عدالتی و فساد را برخواهد چید و قانون اساسی مشروطه را که برایش پستان به تنور می‌چسباندند اجرا خواهد کرد و جامعه را به راه ترقی خواهد انداخت. اکثریت عظیمی از مردم که درد مذهب نداشتند نیز چنین اعتقادی پیدا کرده بودند. من که هم بر حسب طبیعت و هم بر طبق تربیت لایک هستم، از موجودی که حتی عالم مذهبی به حساب نمی آید و حد اکثر آخوندی متعصب بود فاصله گرفتم. بعضی دیگر خصوصا در میان طبقه روشنفکر در وجود خمینی نوعی زنگ خطر برای پادشاه و آغاز گشایش و تحولاتی در فضای سیاسی دیدند که 25 سال بود در آرزویش بودند. در این میان محمد رضا شاه به خفه کردن اپوزیسیون ملیگرا و لیبرال ادامه میداد و از این رهگذر راه را برای خمینی هموار میساخت. خمینی از 3 عامل اصلی بهره گرفت. اوضاع درجه به درجه رو به وخامت میرفت. واکنش پادشاه در جهت درست نبود. این مرحله میتواند یادآور انقلاب فرانسه باشد. اگر به حرفهای ترگو گوش کرده بودند، اگر نکر زودتر منصوب شده بود، اگر اینجا پانویس توضیح داده ترگو انروبر ژاک بارون دولون 1727 تا 1781 سیاستمدار و اقتصاددان فرانسوی متأثر از فلاسفه عهد روشنگری و جزء مؤلفین دایة المعارف بود. ترگو در سال 1774 بازرس عالی دارایی شد و در این سمت تجارت و حمل غله را آزاد کرد و با لغو شورای مختلف صنفی حق انتخاب شغل را برای همه آزاد ساخت و به دلیل همین اقدام برای خود دشمنان بسیار تراشید. در نتیجه در سال 1776 او را از کار برکنار ساختند. همچنین پانویس توضیح داده نکر ژاک 1732 1804 متولد سوئیس بود ولی در سال 1747 به پاریس آمد و تحت نفوذ همسرش در پی کسب نام و شهرت برآمد و از دولت مردان فرانسه شد. او در سال 1775 کتابی نوشت و سیاست اقتصاد لیبرال ترگو را به شدت مورد حمله قرار داد و در سال 1777 خود به جای ترگو نشست.
در 1781 پس از نشر گزارشی درباره اوضاع اقتصادی فرانسه ناگزیر به استعفا شد. نکر در جریان و بعد از انقلاب فرانسه دوباره به خدمت فراخوانده شد، ولی بالاخره در سال 1790 از کار کناره گرفت. باز میگردیم به من در بالا گفتم که در ایران در پشت اگرها چه میتوانست بیاید. عامل دیگری که به کمک خمینی آمد این بود که جامعه ایران به نوعی تجدد قشری و ظاهری تن داده بود که با سلامت و اخلاق و آداب و رسوم سیاسی ما منطبق نبود، بنابراین شکننده و آسیب پذیر بود و بالاخره خمینی این روستایی پیر مکار برای پیشبرد نیاتش از ساده‌لوحی توده ها استفاده کرد. عبا و عمامه هم به کمکش آمد، چون دنیای غرب ضد کمونیست او را مرد خدا دید و به او اعتماد کرد. از نظر دنیای غرب زهد می توانست سدی در مقابل نفوذ شوروی باشد. خود پادشاه هم از این طرز فکر چندان دور نبود. بیمیل نبود که چنین شریعت و مسلکی در مملکت رایج شود و بعد در فرصت و با فراغت خود خمینی را جارو کند و ببرد. چطور میتوان در این حد دچار اشتباه شد؟ آنهایی که این خیالها را در سر میپختند هرگز از خود سوال کردند که آیا این ملا اسلام واقعی را موعظه میکند و یا تعبیر شخص خود را از آن اشاعه میدهد؟ برای من این قضیه اهمیتی ثانوی دارد، ولی آنهایی که در استراتژی خود به مذهب جای داده بودند حق بود این مسئله را از نزدیک بررسی کنند. خمینی در آغاز از نظر سیاسی دستش را رو نکرد. خود را قدیسی عرضه کرد که فقط قصد دارد به نماز و دعا و وعظ بپردازد و اگر مصرا از او بخواهند نقش مشاور و راهنما را هم بر عهده خواهد گرفت. ولی هیچ یک از جاه طلبی های دیگرش را بروز نداد. تعداد کسانی که نیت واقعی او را درک کردند انگشت شمارند. من این امتیاز تلخ را داشتم که قبل از آشکار شدن نیاتش آنها را دریابم. در میان نخبگان و مصادر امور حتی هیجان و شعف دیده میشد و جذبه غیرقابل انکار این ملا هم به آن دامن میزد. این کاریزم هم روشنفکرها را تحت تاثیر قرار داده بود و هم توده ها را و واقعیت این است که شاه برخلاف او از کاریزم بی‌نصیب بود. این محبت به همه ارزانی نشده است، ولی یک دولت مرد کارآمد میتواند کمبود آن را با جنبه‌های مثبت دیگر جبران کند. مثلا سیاستی ثابت در پیش گیرد که مردم بتوانند بر آن تکیه کنند یا با آن هماهنگ شوند و یا به مبارزه‌اش برخیزند. وضع ما چنین نبود. اعلیحضرت امروز تصمیم به خشونت میگرفت و فردا به نرمش. این بدترین نوع حکمرانی است. به طور خلاصه نمیتوان گفت که دو قدرت با هم در افتادند. از یک طرف قدرت بود و از طرف دیگر ضعف. در مملکت خلایی به وجود آمده بود و خمینی تمام اسباب پر کردنش را با خود همراه داشت. پیامی ساده در حداقل کلمات، حاله نورانی و جذبه عامه پسند. خمینی طرحی مشخص برای رژیمی که میخواست برپا کند نداشت. بنابراین نمیتوانست از آن حرفی بزند و نزد. از این رو پیامش از ساده هم ساده تر بود. با چند نفر از یاران و محارم که هیچ کدام شخصیتی نبودند و در گذشته وقتشان در آمریکا یا اروپا فقط صرف تبلیغات ضد دولتی شده بود وارد میدان شد. گفت که قصد دارد جمهوری اسلامی برپا کند و این حرف را بسیار قبل از رفراندوم زد. رفراندوم اسم بی‌مسمایی بود، چون در حقیقت اتفاقی که افتاد این بود که تایید شخص او مطرح شد. بعضی جمهوری ملی اسلامی را ترجیح می‌دادند و بعضی جمهوری دموکراتیک اسلامی را. پیشنهادها همه رد شد. خمینی مدتی بود که میگفت اسلام برای همه چیز کافی است، برای همه مسائل راه حل دارد.
از بای بسم الله تا تای تمت را شامل می شود. پس چرا مفاهیم جدیدی بارش کنیم که یا خود در بر دارد و یا اگر ندارد باید دورشان ریخت. صفحه 129 بخش سوم قسمت دهم. با این شماره تلفن دیگر نمی توانید با ارتش تماس بگیرید. اگر ارتش که طبق قانون میبایست از دولت اطاعت میکرد تا اندازه‌ای در اختیار من بود، میتوانستم با سلاح قانون که خود ضامن و نماینده‌اش بودم با خمینی طرف شوم. نیاز من به ارتش دوچندان حیاتی بود، چون با آشوبگرانی طرف بودم که از بابت ابزار جنگی هم در مضیقه نبودند. ارتش ایران قوی ترین ارتش منطقه بود. از ارتش اسرائیل برتر بود، چون اسرائیل قادر نبود 50 لشکر به صف کند، در صورتی که ارتش ایران می توانست. این ارتش در شرایط عادی شامل 400,000 نفر بود، به علاوه 300,000 سرباز احتیاط. خیانت سران ارتش نمی بایست کل ارتش را که از نهادهای بزرگ ملی است بی‌اعتبار سازد. این خاطره را من هرگز نمیتوانم بدون تأثر به یاد آورم. نخست وزیری که 10 خط تلفن در اختیار داشت که یکی از آنها مستقیم بود و بقیه از طریق دفتر کار میکرد. من ترتیبی داده بودم که مراجعین تلفنی با بی‌تفاوتی اداری روبرو نشوند و به دیوار سخت تشریفات برخورد نکنند. داخل پرانتز مسئله‌ای که همیشه باعث دلسردی شهروندان و انزوا و دوری رؤسای دولت از واقعیت‌های زنده مملکت می‌شود. از این راه از واکنش‌های مردم پس از مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی آگاه می‌شدم. گروهی که بیش از همه با من توافق ذهنی داشتند افسران جوان بودند. پس از شنیدن حرفای من از من میخواستن که به پادگانها بروم و با سربازان صحبت کنم. متاسفانه فرصت این کار پیش نیامد. از طرف دیگر متوجه مخالفت قره‌باغی با چنین اقدامی بودم. او میدانست که اگر این تماسها حاصل شود، سروانها و سرگردها و سرهنگها به سمت من خواهند آمد. وقتی این سربازان به سخنان من گوش میکردند، اشک میریختند. امروز این افسران کجا هستند؟ برکنار شدند؟ اعدام شدند؟ گرچه گناه این حادثه بر گردن من نیست، ولی فکر سرنوشت این جوانان و امیدهای برباد رفتهشان و تلخی شکستی که با کمک آنها من میتوانستم مانعش شوم چون سنگی بر دلم سنگینی میکند. من گفتم که اختیار انتخاب آزادانه وزرایم را داشتم، ولی این آزادی در مورد انتخاب رئیس ستاد مشترک به من داده نشد. قبل از معرفی کابینه جدید، مسئول این مقام توسط خود شاه تعیین شد. ارتشبد قره‌باغی در آغاز کار به من این احساس را نداد که قصد دارد با دشمن بسازد. فقط به نظرم آمد نه چندان هوشمند است و نه چندان شجاع. برای تالار بزم مناسبتر به نظر می رسید تا جبهه رزم. ولی هرچه بود نمی توانستم بلافاصله او را کنار بگذارم. شورای امنیت کشور از قدیم وجود داشت، ولی فقط برای حفظ ظاهر. نخست وزیر ریاست این شورا را بر عهده داشت و می توانست سوای اعضای متعارف آن هر کس دیگری که مورد نظرش بود به جلسات شورا دعوت کند. اعضای ثابت آن وزیر امور خارجه، رئیس ستاد مشترک، فرماندهان نیروهای سگانه، رئیس ساواک، رؤسای شهربانی و ژاندارمری بودند. این شورا در زمان من هفته‌ای 2 یا 3 بار تشکیل میشد. در یکی از این جلسات من از فرمانده نیروی هوایی مستقیما سوال کردم. به من گفتند که در نیروی هوایی شما یک عده کارمند فنی با قراردادهای 3 تا 7 ساله استخدام شدند که با آخوندها سر و سری دارند.
ربیعی توضیح داد که مشکل این افراد از نوع استخدامی است. این کارمندان فنی حقوق و مرتبه مهندسی میخواهند و مدعی هستند که مزایای آنها از کسانی که در بخش خصوصی کار میکنند کمتر است. غالباً وضع بخش خصوصی از ادارات دولتی بهتر است. من اصرار کردم که این قراردادها دیگر تمدید نشوند و اگر این جوانان ترجیح میدهند بروند و در شرکت‌های خصوصی استخدام شوند. در روزهای پس از این جلسه سرویس اطلاعاتی باز مرا مطلع ساخت که تماس با ملاها و پیروان خمینی ادامه دارد. من به سپهبد ربیعی تلفن کردم. رژیم فعلی قانونی است و ما دیکتاتور نیستیم، ولی باید با اقتدار و قاطعیت عمل کنیم. تقاضا دارم قوانین و مقررات را دقیقاً به مورد اجرا بگذارید. با این حال مسئله حل نشد. وضع در روزهای پس از آن خرابتر هم شد. محله شرق تهران، یعنی محل سکونت همافرها، صحنه تظاهرات مدام مجاهدین شده بود و از این بدتر به من خبر دادند که این عده حتی سلاح هم انبار کردند. از مسلسل سبک و نارنجک و تفنگ‌های مختلف گرفته تا مسلسل سنگین در اختیار دارند. من بار دیگر جلسه شورای امنیت را تشکیل دادم و این اطلاعات را عنوان کردم و دستور دادم انبارهای اسلحه را بمباران کنند. این دستور را با این توضیح صریح و به صورت کتبی صادر کردم. به وسیله هواپیما یا وسایل دیگر در آن منطقه اعلامیه پخش کنید و از جمعیت بخواهید که ظرف 1 ساعت متفرق شوند. پس از اخطارهای متعارف در رأس ساعت 8 بمباران را آغاز کنید. این دستور کتبی بعدها توسط فرمانده نیروی هوایی در دادگاه ملاها عرضه شد. رئیس ستاد مشترک دستور داشت که نتایج عملیات را در همان شب 10 فوریه 21 بهمن یا فردای آن به من اطلاع دهد. زورآزمایی آغاز شده بود و من مصمم بودم به هر قیمتی که برایم تمام شود تا آخر ماجرا بروم. شنبه به پایان رسید و به من کمترین خبری داده نشد. در طول شب هم هیچ تلفنی از طرف ستاد مشترک مرا از خواب بیدار نکرد. تا اینجا هم مسئله موجب حیرت نبود. 1001 دلیل میتوانست مانع از اجرای نقشه شده باشد. صبح یکشنبه در ساعت 8 من به نخست وزیری رفتم. با همه گرفتاری ها و مشغله ها. تمام مدت با تعجب در فکر سکوت قره‌باغی بودم. در ساعت 9:20 گفتم که به او تلفن کنند. به من اطلاع دادند که در جلسه بسیار مهم است، ولی بلافاصله بعد از ختم آن با هلیکوپتر میرسد. داخل پرانتز دانشکده افسری واقع در 250 متری نخست وزیری و مجهز به پیست فرود هلیکوپتر بود. دقایق میگذشت و هر لحظه بیشتر برای من روشن میشد که این جلسه باید حقیقتاً فوق‌العاده مهم بوده باشد. درباره چه میتوانست باشد؟ برای نظامیان و افسران فقط شورای عالی دفاع از چنین اهمیتی برخوردار است، ولی ما که با کسی در جنگ نیستیم. چه گرفتاری استثنایی میتوانست بر فرماندهان ارتش عارض شده باشد بیان که من از آن آگاه باشم؟ احساس میکردم که حوادث خطیری در راه است. در ساعت 11 بالاخره تماس تلفنی با قره‌باغی برقرار شد. قره‌باغی به من گفت که ارتش بی‌طرفی خود را اعلام کرده است. من به او گفتم حدس زده بودم. حقیقتاً دستتان درد کند که بالاخره تاییدیه آن را به من دادید. ارتش متزلزل شده بود. ارتش خیانت کرده بود. این قره‌باغی که شاه به ریش من بست با کمک حسین فردوس، یکی از نزدیکان اعلی حضرت و مختصر همدستی ساواک، 25 ژنرال را در شورای عالی نیروی مسلح که موجودیت قانونی نداشت و فقط محض این نوع کارها اختراع شده بود گرد هم آورد و قطعنامه زیر را صادر کرد.
ارتش ایران وظیفه دفاع از استقلال و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته و تاکنون در آشوب‌های داخلی سعی نموده است با پشتیبانی از دولت‌های قانونی این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد. با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:30 روز 22 بهمن 1357 تشکیل و به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به یگانهای نظامی دستور داده شد که به پادگانهای خود مراجعه نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و میهن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته‌های ملت شریف ایران با تمام قدرت پشتیبانی می‌نماید. در این اظهارات دور از حقیقت، نظامیان پس از آن که برای پشتیبانی‌های گذشتهشان از دولت‌های قانونی به خود تهنیت گفته بودند، دولت قانونی حاضر را یکی از گروه‌ها به شمار می‌آوردند و بعد هم به بهانه شدت نبخشیدن به هرج و مرج که دقیقاً موظف به دفع آن بودند، به پادگان‌ها بازگشتند. بی‌منطقی و کذب از هر سطر این قطعنامه هویدا بود. ارتش تصمیم گرفته بود با دست روی دست گذاشتن از ملت نجیب ایران دفاع کند. خیانت به وظیفه از این آشکارتر نمی شود. ژنرال ها با تظاهر به بی‌طرفی که در مورد ارتش ملی بی‌معناست، میدان را برای خمینی و انقلاب اسلامی کذایی‌اش خالی گذاشتند. چگونه به این نتیجه رسیدند؟ این فکر ساخته و پرداخته ذهن این حضرات نبود. اینان فقط یکی از راه حل‌های پیشنهادی هویزر را قبل از ترک ایران انتخاب کرده بودند. کلید آنچه از نظر بسیاری معما آمده است در اینجاست. ژنرال هویزر به ایران آمده بود چه کند؟ جواب: راه حلی پیش پای نظامیان بگذارد. نتیجه را حالا همه می‌دانیم. پادشاه در پاسخ به تاریخ توضیحی آشفته در این باره می‌دهد که یکی از جملات آن بسیار گویاست. پس لازم بود که ارتش ایران خنثی شود. تیر به هدف اصابت کرد. ارتش کودتا نکرد. فقط به این اکتفا کرد که از جبهه فرار کند و انبارهای اسلحه را به غارت بسپارد. فرماندهان ارتش همدستی را در لباس بی‌طرفی پنهان کردند و در عوض چه نصیبشان شد؟ به استثناء 2 یا 3 نفرشان همگی به دست خمینی اعدام شدند. پس از آن که گوشی تلفن را گذاشتم آرام نماندم، ولی میدانستم همه چیز از دست رفته است. روشن شد چرا دستور شب قبل به مورد اجرا گذاشته نشده است. نیش تلخ تمام این مسائل را حس می کردم و قسمت‌هایی از حوادث آن 37 روز گذشته از جلوی چشمم می گذشت. رئیس ستاد مشترک و اعضای شورای ملی امنیت خود از من خواسته بودند که بر مردم سخت بگیرم. من دستوراتی کتبی از این قبیل صادر کرده بودم. به روی هیچ کس تیراندازی نکنید مگر در 2 مورد. 1. اگر به سوی شما یا مواضع حساس داخل پرانتز کلانتری، ژاندارمری، پادگان و غیره تیراندازی شود. 2. اگر پرچمی جز پرچم ایران در محلی به اهتزاز درآید. زیرا هیچ بعید نبود که پرچم‌هایی با علامت داس و چکش از گوشه و کنار بیرون آید، چیزی که من مطلقاً تحمل نمی‌کردم. با این اقدام به من اطمینان کامل داده شد که ارتش از این پس به روی هیچ کس تیراندازی نخواهد کرد. من در محلی که بودم ماندم. گوشی تلفن را برداشتم که از فرستنده رادیویی بخواهم متن اعلام بی‌طرفی ارتش را که قره‌باغی به من اطلاع داده است لااقل تا 1 ساعت دیگر پخش نکنند و بعد کاری را که روی میزم بود تمام کردم. در خیابان سر و صدای رجاله ها بلند بود.
صدای محافظینی که آنها را دور می‌کردند تا به نخست وزیری حمله نکنند می‌شنیدم. صدای اصابت فشنگ مسلسل‌ها بر روبنای اتاقی که من در آن نشسته بودم به گوش می‌رسید. کسی در دفتر مرا زد و بی آنکه من جوابی داده باشم 2 نفر وارد شدند. یک افسر پلیس و یک افسر ساواک. آقای نخست وزیر، اوضاع آشفته است. میدانم هر وقت موقع رفتن بود میروم. دستگاه دولت با سرعت متلاشی میشد. تقریبا تمام وزرا وزارتخانه ها را ترک کرده بودند. سرنوشت مملکت در خیابانها تعیین میشد. آیت الله با تشنجات مشمئز کننده‌ای در حال زایمان جمهوری اسلامیش بود. خواستم که هلیکوپتری برای بردن من به دانشکده افسری بیاید، چون هیچ راه دیگری برای خروج نداشتم. حوالی ساعت 2:15 بعد از ظهر از نخست وزیری بیرون آمدم. وقتی از پله‌ها پایین می‌رفتم، منشی من که تا آخرین لحظه در محل خدمتش مانده بود پرسید: کی برمیگردید؟ گفتم نمیدانم، ولی برمیگردم. در فاصله کوتاه بین نخست وزیری و دانشکده افسری چند نفر از محافظین و افسران انتظامی را دیدم که ادای احترام کردند. من هم از ماشین پیاده شدم و با یک آنها دست دادم و بعد دوباره به راه افتادم. در دانشکده افسری هم افسران با کمال احترام با من برخورد کردند. هلیکوپتر مرا به طرف مقصدی که معین کرده بودم برد. نقشم بیمانع انجام شد. 1 ساعت پس از رفتن من، رجاله ها نخست وزیری را اشغال کردند. مطمئنم که غارتگران چون دستشان به رئیس دولت که دیوانه نوفل و شاتو قسم خورده بود به سزای اعمالش برساند نرسید، هرچه شیء قیمتی که دیدن از قالی و کریستال و نقره به غنیمت بردند. به تصور خمینی همه این حوادث بر لوح محفوظ ثبت بوده است، ولی خیال نمی کنم از عهده خواندن این لوح برآید. بخش 4 پیوند با سرنوشت. قسمت اول. لطفاً بلیطی به مقصد پاریس. چند دقیقه پس از خروج از نخست وزیری، زندگی مخفی من آغاز شد. تنها رابط من با دنیای خارج دستخوش انقلاب یک رادیوی ترانزیستوری بود. خبر شدم که خانه‌ام را غارت کردند. کتابخانه‌ام را ویران کردند. کتب فارسی و عربی و نسخ خطی من همراه با والری و برکسون و کامو و سن ژان پرس جریمه نفرت جهل و ظلمتی را که بر همه جا بال می‌گسترد پرداختند. اینجا پانویس توضیح داده: سن ژان پرس 1887 تا 1975 که نام واقعیش الکسیس سن لوژه است، یکی از دیپلمات‌ها و شاعران فرانسوی است که در سال 1960 موفق به اخذ جایزه ادبی نوبل شد. وی نیز چون بیشتر روشنفکران فرانسوی در نهضت مقاومت فرانسه شرکت فعالانه داشت. باز میگردیم به متن. بعد گوینده آخرین خبر را داد: شاپور بختیار به قتل رسیده است. اندکی بعد این خبر تکذیب شد. ظاهرا من به قتل نرسیده بودم، بلکه خودکشی کرده بودم. اعلامیه پی اعلامیه صادر می شد و لابلای آنها فریاد شعار و ندای جهاد به گوش می رسید. من از ورای این قوطی کوچک پر سر و صدا که در کنارم بود، در آن اتاق کوچک نیمه تاریک، در سئانس خصوصی که برای شرکت در آن بلیطی فروخته نمیشد، تماشاگر انقلاب بودم. فردای آن روز مطلع شدم که نمردم، نه زیر ضربات کمیته چیان و نه به دست خودم، بلکه دستگیر شدم و با هویدا در خانه‌ای که خمینی هم آنجا زندانی هستم. این سرنوشت به نظرم از سرنوشت قبلی به مراتب بدتر آمد. من سناریوی اول را قاطعاً به دومی ترجیح میدادم. محل اقامتم را عوض کردم و به خانه‌ای رفتم که در آن روز نمیدانستم چه مدت در آنجا خواهم ماند. امروز میدانم انزوای من نزدیک 6 ماه به درازا کشید.
و در این مدت من حتی قدمی به بیرون نگذاشتم. اینطور استدلال می‌کردم اگر به خانه دوستان بروم به زودی شک و تردید برانگیخته خواهد شد. رفقا را به خطر خواهم انداخت و خود نیز امنیت نخواهم داشت. در منزل خیشان وضع از این هم خطرناکتر خواهد بود. بنابراین به خانه آشنایان پناه بردم. میزبانان من، این افراد شریف و بسیار مهربان، برای آنکه جلوی هر نوع امکانات افشاگری گرفته شود مستخدمین خود را مرخص کردند. صاحب خانه، همسر، داماد و دخترش هر 4 نفر در تمام مدت اقامت من کارهای خانه را خود بر عهده گرفتند. من بر حسب طبیعتم آدمی منزوی هستم، بنابراین تحمل این وضع برایم چندان دشوار نبود. حتی در جوانی کم بیرون می رفتم. اهل تجمعات شلوغ نیستم و از گفت و شنودهای بیهوده لذتی نمی برم. غرق جمعیت شدن یکی از ریاضت‌هایی است که فقط 10 دقیقه تابش را می آورم و به محض آنکه بتوانم خلوت می گزینم. خلوت و انزوا فقط به اشخاص با ایمان می برازد. راهب در اتاق صومعه‌اش اگر اتکا و اعتقاد به خدا نداشت از دست میشد. فقط ایمان نجات بخش است. برای راهب ذات این ایمان مذهبی است. برای بعض دیگر منطبق بر هدفی سیاسی، انسانی یا علمی است. من 25 سال برای نیل به هدفی جنگیدم که آن را از همه معتبرتر می‌دانم. ممکن است اشتباه کنم، ولی از آن بهره نیافتم. اگر یافته بودم خود را وقف آن می‌کردم. اعتقاد راسخ کارها را سهل می‌کند. آدمی به برکت آن نیروی حفظ خود و تحقق بخشیدن به افکارش را می‌یابد. در آن اتاق تیره و بسته اعتقاد راسخ داشتم که عقایدم برحق است و ایمانم را حفظ کردم. اتاق من دیوار به دیوار یک دادگاه انقلابی بود. تمام روز و شب در آن مستمع محاکمه خود بودم. دستور بازداشتم صادر شد و اتهاماتم متعدد بود. این دوره بیشک سخت‌ترین دوران زندگی من بوده است، ولی ایمان مرا متزلزل نساخت. دنیا را همیشه عده‌ای معدود به جلو رانده‌اند، نه توده‌های وسیع. و من همیشه به نخبگان اعتقاد داشتم و وظیفه آنها را هدایت مردم به سوی هدفی که یافتند می‌دانم. کوشش من بی‌ثمر ماند، ولی می‌دانم که به حکم وجدان رفتار کردم و آنچه را بر حق می‌دانستم انجام دادم. اصل این است که آدمی از اصولی که گزیده تخطی نکند و یک رنگ باشد. اگر من میگفتم که به شما تمام آزادی‌های ممکن را خواهم داد ولی استبداد پیشه می‌کردم، آدم یک رنگی نمی‌بودم. خمینی میگفت من ملا هستم، به قم میروم، به کارهای دولتی هم کاری ندارم. ولی دقیقاً عکس گفته‌اش عمل کرد و نشان داد که چه ریاکاری است. وقتی آدمی 20 یا 30 سال سابقه مبارزه سیاسی پشت سر دارد، باید بداند که افکار و اهداف عمده‌اش کدامند. کتاب‌های بسیار درباره این دوران نوشته شده است. این اسناد چه میگویند؟ همه متفق القولند که یک حادثه بی سابقه در تاریخ ایران رخ داد و آن اینکه آن دولت من اولین و تنها دولت ملی بعد از مصدق بود. من چه باختم؟ حقیقتاً چیز زیادی نباختم. چه ثابت کردم؟ اینکه میتوان بدون پشت پا زدن به اصول و بدون زیر پا گذاشتن تعهدات قدرت را به دست گرفت. من برای اثبات این مطلب 40 روز فرصت داشتم و این مدت برای این منظور کاملا کافی بود. آنچه مرا بیش از خطر روزمره مرگ زجر میداد علم به این بود که عده‌ای هنوز دچار اوهام خویشند، چنان که گالیله گفته است برای اینکه زمین کار خود را بکند وقت لازم است، ولی در این فاصله چه خسارت‌هایی که به بار نخواهد آورد. اینجا پانویس باز توضیح داده گالیله گالیلیایی 1564 تا 1642
ریاضیدان، فیزیکدان و ستاره‌شناس ایتالیایی و نخستین دانشمندی که با فرضیه علمی ثابت کرد خورشید در مرکز و کانون منظومه شمسی قرار دارد و به همین دلیل توسط دادگاه‌های مذهبی به محاکمه کشیده شد و به زندان محکوم گردید. باز می‌گردیم به متن. برای اینکه زمین کار خود را بکند وقت لازم است، ولی در این فاصله چه خسارت‌ها که به بار نخواهد آمد. کسانی که مرا در تنگنا گذاشته بودند تصور می‌کردند من اهریمنی هستم و این امام است که از ایران بهشتی خواهد ساخت. بعد فهمیدن که این شخص موجودی جاه طلب و خبیث و آدمکشی حرفه‌ای است. کاش این واقعیت را زودتر در می‌یافتند. من می‌کوشیدم به سمت روشنایی بروم، در حالی که ایران به قعر ظلمت فرو می‌رفت. می‌خواستم در جهت نظم و قانون قدم بردارم، در حالی که هرج و مرج بر ملک مسلط می‌شد. من خلاف جریان شنا می‌کردم، موقعیتی مشکل و کاری سخت خسته کننده. در این حوادث برای من فقط یک راه مانده بود: چشمان هموطنم را بگشایم، آنها را از اشتباه به در آورم. قدرتی فاسد، حکومتی خودکامه ولی فرسوده بر شما مسلط بود. به جای آن یک دیکتاتوری تازه نفس و خطرناک را ننشانید. اگر این راه را انتخاب کنید، ایران به آتش و خون کشیده خواهد شد. مملکت تجزیه خواهد شد. اقتصاد ورشکسته خواهد شد. این اخطارها که من از تکرارش غافل نماندم نشانی از پیشگویی پیامبرانه داشت. باید تجدید میشد، چون هنوز امید وجود داشت، چنان که امروز هم وجود دارد. نزد خود جمله دوگل را که در 18 ژوئن 1940 ادا کرده بود مرور می‌کردم. روزی که ما صاحب همان نیروی مکانیزه‌ای شویم که به دشمنان امکان خرد کردن ما را داد، می‌توانیم انتقام خود را بگیریم. همان ابزار، پس با ساده ترینش آغاز کنیم. خمینی انقلابش را با ارسال کاست‌هایی از فرانسه آغاز کرد که در آنها مردم را به قیام دعوت می‌کرد. 3 روز قبل از تاریخ اعلام جمهوری اسلامی من یک نوار 12 دقیقه‌ای ضبط کردم که از پناهگاهم مخفیانه به 2 آژانس خبری رسید: خبرگزاری فرانسه و رویتر. به این ترتیب آن پیام در سراسر دنیا پخش شد. به علاوه پیشبینی کرده بودم که ما در جنگی برای بقای ایران و آنچه ایرانی است شرکت کرده ایم. پادشاهی یا جمهوری ایران بر حسب جوهرش بازتاب واقعیت ملی و روح و مشخصات کشوری است که در آن شکفته است. ولی جمهوری اسلامی یعنی چه؟ بر حسب تعریف چنین جمهوری می توانست متعلق به هر جای دیگر هم باشد و قصد خمینی هم همین بود. اسلام بر جای چارچوب ملی چارچوب دیگری را می نشاند که مرز و حد نمی شناسد، چون فراتر از آن است. خصایص ملی که به چشم خمینی مزاحم می آمد باید از میان می رفت. ایران در حال از دست دادن هویتش بود. در پایان نوار با لحنی آشکارا تمسخرآمیز گفته بودم: من شخصاً به این جمهوری رأی نخواهم داد. همه می دانستند که من برای رفتن به حوزه رأیگیری دچار اشکال خواهم شد. مقصودم روشن بود: رأی ندهید، در خانه ها بمانید. بدانید که رأی دادن به خمینی شما را در سراشیبی تیره و تار می اندازد که حتی نمی دانید عاقبتش کجاست. من قصد داشتم از ورق برنده‌ای که دارم، یعنی اعتبارم، استفاده کنم. آنچه می گفتم منطبق با موضع قبلیم بود. من در زمانی از چهره خمینی پرده برداشتم که هنوز امکان تردید درباره‌اش وجود داشت، یعنی زمانی که ملیون برای برقراری آزادی روی او حساب می‌کردند. من برای آنکه دست به افشاگری زنم منتظر نماندم که اوضاع خراب و آشفته شود. چند روز قبل از سفرم از ایران یک نوار دیگر پخش کردم که مؤکد پیشگویی‌های قبلیم بود. آن پیشگویی‌ها یک یک درست از آب درآمده بود. بنابراین می توانستم به خود اجازه دهم و خطرات حوادث آینده را ترسیم کنم. از آن هنگام مدتی گذشته است. پیشبینی‌های من بیان که این بار همچنان که می شود حدس زد رضایتی به من ببخشد تحقق یافته است.
من از جمله کسانی هستم که در زندگی عادی واکنش سریع نشان می‌دهند ولی در شرایط استثنایی آرامش خود را حفظ می‌کنند. این صفت در تمامی دورانی که درباره‌اش حرف می‌زنم به اثبات رسید. شبی داماد میزبان ما در اتاقم را زد. آقا لباس بپوشید، اوضاع خراب است. کمیته چیها وارد خانه ها شدند. لطفاً چراغتان را روشن نکنید. بلند میشوم، شلوار و پیراهنی به جای بیژامه‌ای میپوشم و در تاریکی در گنجه به جستجو میپردازم. دقایقی طولانی به این کار ادامه میدهم. جوان باز میگرده دوباره میگوید که عجله کنم. به نظر او هم مثل خود من چنین رسیده است که اگر قرار است بازداشت شوم باید ظاهری معقول داشته باشم و اگر مقرر باشد که بمیرم باید کت و شلوار تنم باشد. در آن لحظه متوجه می شوم که چرا دستهای من در تیرگی کشوها را می گردد. کت و شلواری آبی پوشیدم و دنبال کرواتی مناسب آن می گردم. ولی می دانم که بالاخره با آشنایی که با کرواتهایم دارم از راه تماس دست و تشخیص بافت آن می توانم پیدایش کنم. چند لحظه بعد به من خبر دادند که کمیته چیان از همان راهی که آمده بودند بازگشتند و از اینکه مزاحم میزبانان من شده اند عذرخواهی هم کردند. در تعقیب یک عده دزد به نظرشان آمده بود که آنها به این خانه وارد شدند. اگر در آن لحظه دست و پا را گم کرده بودم در مقابل کمیته چیانی که دنبال یک مشت آفتاب دزد کرده بودند در چه وضع مسخره‌ای قرار می گرفتم. ساده ترین راه را که به تهیه و تدارک دقیق نیاز داشت پیش گرفتم. عده‌ای از افراد شجاع در انجام کارها کمکم کردند. نیاز به یک گذرنامه خارجی با نام مستعار و یک ریش بزی داشتم. نه در چمدانم میباید شیء ایرانی وجود داشت و نه بر لباسهایم مارک خیاطان کشور. یک روز صبح با اتومبیل به فرودگاه رفتم. قیافم به برکت و ریش و عینک سیاه مختصری عوض شده بود. کسی که همراه من بود با یک بلیت درجه 1 و چمدان من وارد محوطه فرودگاه شد و چمدان را رد کرد. من در اتومبیل منتظر ماندم تا پرواز هواپیما برای 1 ربع ساعت بعد اعلام شد. آن موقع فوراً کت را به روی شانه ها انداختم و مثل بازرگانی شتاب زده وارد شدم. صف مسافران ایرانی طولانی بود، ولی در صف مسافرهای خارجی فقط 7 یا 8 نفر ایستاده بودند. فقط با یک افسر پلیس روبرو شدم که کمترین توجهی نه به قیافه‌ام کرد و نه به گذرنامه‌ام. در اتاق ترانزیت زیاد معطل نشدم و سوار اولین اتوبوسی شدم که به طرف هواپیما میرفت. قسمت درجه 1 28 مسافر داشت و قسمت درجه 2 بیش از 200 نفر. بنابراین توانستم به سرعت سوار هواپیما شوم. چمدانم هم قبل از من به قسمت بار رفته بود. هدفم این بود که خطر شناخته شدن را به حداقل برسانم. در قسمت درجه 1 از نظر آماری این خطر کمتر بود. کنار پنجره نشستم. عینک سیاه هنوز بر بینیم بود. روزنامه لوموند را روی زانوها باز کردم و گذرنامه‌ام را رویش گذاشتم. پشت به دری نشسته بودم که مسافران از آن وارد می شدند. با خونسردی بیرون را نگاه می کردم و تظاهر می کردم که آمد و شد کارمندان شرکت هواپیمایی در آن قسمت از فرودگاه تمام توجه مرا جلب کرده است. صدای بی‌طنین دری که مهماندار بست به گوش من موسیقی دلانگیزی آمد. فکر می کردم که تا اینجا 95% نقشم با موفقیت روبرو شده است که یک جوان ایرانی حدود 35 ساله آمد و روی صندلی کنار من نشست و از یک کیف چرمی چندین روزنامه و مجله بیرون آورد و خود را جابجا کرد. این بار بیان که احساسی بروز بدهم به ابرها خیره شدم. هواپیما در جهت شمال غربی در حال بلند شدن از زمین بود که مرد جوان شروع به حرف زدن کرد. اهل کجایید؟ فرانسوی هستید؟ بله. من از طرف دولت فرانسه برای ادامه تحصیلاتم در شهر لیون بورس دارم. مهندسم. من زیر لبی و با بی‌اعتنایی گفتم
بسیار خوب است. گفتگوی ما در آن موقع به همینجا ختم شد. من زنگ زدم و شامپاین خواستم. مهماندار آورد و من در آرامش تمام آن را نوشیدم. ساعتم را هم گاه به گاه نگاهی می کردم. وقتی 1 ساعت از پروازمان گذشت با مسرت فکر کردم از ایران خارج شدیم. حالا بر فراز ترکیه پرواز می کنیم. مسئولان ایرانی دیگر امکان برگرداندن هواپیما را ندارند. حالا می توانستم احتیاط را مختصری کنار بگذارم. از کنار دسته صندلی مجلات فارسی را که همسفر من ورق می‌زد نگاه کردم. در یکی از آنها چشمم به عکس خودم در کنار عکس بازرگان افتاد. از جوان پرسیدم این آقایان کی هستند؟ این یکی نخست وزیر قبلی است و آن یکی نخست وزیر فعلی. چطور آدمایی هستند؟ قبلی آدم بسیار محکمی بود و بسیار شجاع. فعلی آدم مهربانی است. آدم خوبی است. ولی خیلی وقت نیست که سر کار است. بنابراین هنوز نمی شود قضاوت کرد. چون امکان قضاوت نبود موضوع صحبت را عوض کرد و از رشته تحصیلیش با من حرف زد. هیچ کس از روز و ساعت ورود من به پاریس اطلاع نداشت. وقتی به پاریس رسیدم فرزندانم را خبر کردم که به دنبالم بیایند. صفحه 139 بخش 4 قسمت 2 گناه نابخشودنی بنی صدر. جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 30 و 31 مارس 1979 داخل پرانتز 13 فروردین 1358 توسط خمینی تحمیل و با شعبده رفراندوم تصویب شد، چارچوبی را تشکیل داد که خمینی توانست در آن به طرحهای خود جامعه عمل بپوشاند و امثال سنجابی و بازرگان که به او کمک کردند و شیادیش را به کرسی نشاندند زمان درازی نیاز نداشت و آنها را بدون رودربایستی کنار گذاشت. حواریونش جایگزین آنها شدند. مثلثی منحوس که بین مردم به مثلث بیق معروف شد. بنی سعد، یزدی و قدسزاده. تب مردم در نتیجه عواقب قابل پیشبینی تغییرات سیاسی داشت به ارق می نشست. در زمینه اقتصادی این عواقب بی تأخیر آشکار شد. در زمینه امنیت هم ایرانیان فهمیدند که دیگر هیچ نوع تضمین مالی و جانی ندارند. هر انقلاب در آغاز با دوره‌ای از هرج و مرج روبروست تا اوضاع نظمی بگیرد. ولی در سیستم خمینی هرج و مرج جزو لاینفک رژیم است. در آن نه یک پلیس رسمی که 2 یا 3 پلیس موازی وجود دارد که قانون حدود اختیارات هیچ کدام را معین نکرده است. اصلا کدام قانون؟ قانون به معنی متعارف این کلمه داخل پرانتز یعنی یک رشته مقرراتی که مردم موافقت کردند مراعات کنند. قانون به معنی متعارف این کلمه وجود خارجی ندارد. ملایان میگویند فقط قوانین متکی به وحی معتبر است. این وحی چیست؟ سوره های قرآن که جبرئیل حامل آنها بوده است. خلاصه قوانین الهی باید جانشین قوانین بشری شود. حالا که مردم قادر نیستند سرنوشت خود را تعیین کنند و باید تابع نزول تعالیم و فرامین آسمانی باشند، این سوال مطرح می شود که پس چرا اصول قانون اساسی و رئیس جمهور و انتخاباتی در کار است؟ به هر حال همه اینها بر جای مانده و نمایشنامه‌ای که خمینی برای عروسک‌های خیمه شب بازیش نوشته است با انتخاب رئیس جمهوری آغاز می شود. بنی صدر که تا دیروز در ایران کسی او را نمی شناخت. من رسما اعلام می کنم که بنی صدر مخلوق خمینی است و مردم به شخص او رأی ندادند بلکه فقط برگزیده خمینی را تایید کردند. انتخابات 2 ماه بعد انجام شد. قاعدتاً باید انتخاب کنندگان اکثریت را در مجلس به رئیس جمهوری بدهند که قبلا خود برگزیدند.
در فرانسه در سال 1981 میتران اکثریت وکلای مجلس را به تناسب آرایی که خود آورده بود به دست آورد و در دهه‌های قبل نیز شاهد همین پدیده بودیم. دوگل، پومپیدو، ژیسکار دستن هم در پارلمان اکثریت‌های کم و بیش وسیع داشتند. در جمهوری اسلامی خمینی درست عکس این قضیه پیش آمد. بنی سعد در مقابل 180 نماینده از گروه‌های مختلف سیاسی فقط حدود 30 یا 40 نماینده در مجلس داشت. نخست وزیر هم باید توسط مجلس انتخاب می‌شد و همه این موجودات یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر و نمایندگان قرار بود با یکدیگر همکاری کنند. روشن است که این ترتیب بی سر و ته بر سر قدرت جنگ ایجاد می‌کند. رئیس جمهور با ارجاع به قانون اساسی اسلامی که مسخره ترین و پرتضادترین رشته قوانینی است که کره ارض به خود دیده است، معترض می شود که مجلس به حقوق او تجاوز می کند. مجلس از طریق نخست وزیر محمد علی رجایی، مردی که فقط بیشعوری و گذشته مشکوکش به او قدر و قیمت داده است، جواب می‌دهد که فقط شخص او مسئول است و به هر حال صاحب اختیار نهایی و قایی خمینی است. در حقیقت خمینی است که تصمیمات را اتخاذ می‌کند، در حالی که طبق همان قانون اساسی که خود او به تصویب رسانده است، خمینی دقیقاً هیچکاره است و قانونا حقی ندارد در امور دخالت کند. در گذشته شکایت ما از این بود که شاه از قدرت سوء استفاده می کند، ولی حالا ایران شاهی دارد به مراتب خطرناکتر. به شاه در گذشته می شد گفت شما قانون اساسی را زیر پا گذاشته اید. اگر امروز چنین اعتراضی به خمینی شود، او خواهد گفت من هیچ قانونی را زیر پا نمیگذارم، من به الهامات غیبی متکیم. هر کس که جرأت مخالفت با او را به خود بدهد مرتد تلقی می شود و قانون الهی می گوید که خون مرتد مباح است و هر کس در هر جا و در هر زمان و تحت هر شرایطی می تواند این خون را بریزد، بیان که حتی شبهه‌ای محاکمه‌ای در کار باشد. طبق قرآن مجازات اهانت به پیامبر مرگ است. در رژیم گذشته توهین به مقام سلطنت به قیمت زندانی شدن شخص تمام می شد. من شخصا در این باره مختصر اطلاع و تجربه‌ای دارم. در انگلستان توهین کننده به جریمه مالی و چند روز بازداشت محکوم می شود. توهین به خمینی معادل اقرار به ارتداد است و صاعقه خشم خدا را بر سر شخص بی احتیاط فرو می آورد. بنی سعد تحت لوای قانون اساسی اسلامی انتخاب شد که خود در پرداختش نقش داشت، ولی بعد مدعی شد که حکومت کردن با این قانون اساسی غیر ممکن است. دیکتاتوری آغاز شد. آزادی ها به تدریج حذف می گشت. تعدد عقاید از میان می رفت. رئیس جمهور برای حفظ مقام خود به دنبال همدستان جدیدی بود. این همدستان کدامند؟ اول گروه تیره روزانی چون بازرگان و سنجابی و دیگرانی که احساس می‌کنند در این ماجرا اغفال شدند و در حقیقت هم شدند. از طرف دیگر با مجاهدین متحد می‌شود که از عجایب میدان سیاستند. در ظاهر مسلمان متعصبند و در باطن مارکسیست معتقد. فدایان خلق که لااقل آشکارا به مارکسیست بودن خاص و خصلتشان اقرار دارند بر آنها شرف دارند. مجاهدین در واقع بیشتر مخالف خمینی هستند تا موافق بنی سعد. روزی که نور آزادی بر ایران بتابد، روابط نیروها به شکل دیگری نمایان خواهد شد. مردم خود را کم و بیش چنان که هستند نشان خواهند داد و استحکام این قبیل اتحادها روشن خواهد شد. آیا ارتش حاضر بود از بنی سعد پشتیبانی کند؟ روابط او با ارتش از آغاز آمیخته با تضاد بود. خمینی بنی سعد را فرمانده کل قوا اعلام کرد
با اینکه در این باره نیازی به دعای خیر امام نبود، چون قانون اساسی اسلامی به هر حال این مقام را به او داده بود. اقداماتی از این قبیل کنیه بی‌منطقی قضایا را روشن می‌کند. در زمان بروز اختلاف میان بنی صدر و خمینی، من چندین پیام برای ارتش فرستادم و توصیه کردم که خود را از ماجرا دور نگه دارد. یعنی در حقیقت تصمیم خود ارتش را تایید کردم، چون شک دارم که ارتش قصد کمک به بنی صدر را در سر پرورده باشد. به عنوان رئیس شورای انقلاب بنی صدر بود که دستور اعدام تعداد زیادی از افسران را صادر کرد. به هر حال نتیجه را در درگیری‌هایی که منجر به سقوط بنی صدر شد دیدیم. نظامیان از جا نجنبیدند. بنی صدر از پشتیبانی مردم هم بیش از همراهی ارتشیان برخوردار نشد، با آنکه خود جز این فکر میکرد. اصولاً این موجود برای خود خیالات باطل میبافد و تا لحظه‌ای که حقایق تلخ خود را بر او عریان نشان ندهد با همانها دلخوش است. انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها از دوران گذشته بنی صدر، از زمانی که این دانشجوی مادام العمر با ولگشتن در کارتیه لاتن کفش پاره می‌کرد، این تصور را پیدا کرده بودند که چون او از دیگر مخلوقات خمینی سوس عنصرتر است، میتوان از او استفاده‌ای برد. به همین دلیل در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا چشم امید به او دوختند. من برخلاف تصور میکنم که بنی صدر از بقیه این گروه خطرناکتر بود. وفاداریش به خمینی تا آخرین لحظه دوام داشت. میگفت هرچه امام بگوید من میپذیرم. یکی دیگر از احضارات او که پشت هر وطن پرستی را میلرزاند این بود: برای من ایرانی بودن بدون اسلام بی‌معناست. این قضیه چه مفهومی دارد جز آن که هر کسی که اسلام را نمیپذیرد نمیتواند داعیه ایرانی بودن کند؟ چگونه مغزی که چنین استدلال میکند میتواند مسائل مملکتی را حل نماید؟ آیا ممکن است فکر و ذکری که بتوان ردی از واقع بینی در آن جست از چنین ذهنی تراوش کند؟ این شخص حتی از برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی روزمره عاجز بود. میگفت ربع با اسلام مغایر است و برای اثبات پایبندی به حرفهایش میبایست بهره بانک را برمیچید. برای فرار از این دور تسلسل ناگزیر به یک رشته بندبازی ذهنی محیرالعقول رو آورد. بنی صدر در جریانی که ایران را به سمت دیکتاتوری و ویرانی فعلی برد عاملی تعیین کننده و مؤثر بود. در طول 2 سالی که به ویرانگری مشغول بود همه این فرصت را یافتند که او را بشناسند. به عنوان رئیس شورای انقلاب مسئول انتخاب خلخالی شکنجهگر است. این آیشمن ایران، کسی که قبل از گرفتن جواز آدمکشی به صادق گربه‌کش معروف بود. او به سخیفترین بهانه‌ها، زنا، همجنسبازی، اعتیاد و غیره عده‌ای بیشماری را اعدام کرد. آیا می شود مدعی شد که بنی صدر از این قضایا بی اطلاع بود؟ چطور می توان چنین ادعایی را پذیرفت؟ کمال بیشرمی است که پس از این اتفاقات بنی صدر هنوز از حرمت انسانی حرف میزنند. باید حقیقت را پذیرفت. درباره خمینی در ابتدا که کسی او را نمیشناخت میشد دچار اشتباه شد، ولی در مورد بنی صدر محلی برای اشتباه نمانده است. شاهکارهای او به نتایجی انجامید که میدانیم، تا بالاخره این جادوگر ناشی از چنگ غولی که خود از شیشه بیرون آورده بود گریخت. در این باره خبرنگاران رادیویی و تلویزیونی با من مصاحبه کردند و از من پرسیدند که آیا حاضرم با بنی صدر همکاری کنم؟ جواب من این بود: اگر در سال 1943
لاوال به الجزیره پناهنده میشد و میگفت این پیرمرد پتن شورش را درآورده، من دیگر آمدم با شما همکاری کنم. دوگل بدون تردید او را محاکمه میکرد و به جوخه آتش میسپرد. چطور حتی برای یک لحظه تصور میکنید که من بتوانم با همدست خمینی و معمار آن رژیم همکاری کنم؟ اینجا پاورقی توضیح داده در رابطه با لاوال. لاوال 1883 تا 1945 سیاستمدار فرانسوی که از سال 1914 تا 1936 به دفعات به نمایندگی مجلس و سنای فرانسه انتخاب شد. چند بار به وزارت و در 2 نوبت نیز به مقام نخست وزیری رسید. لاوال پس از شکست فرانسه در سال 1940 معاونت مارشال پتن را بر عهده گرفت. گرایشی آشکار به نازی‌ها داشت و بر اثر فشار و اعمال نفوذ آنها هم مدت‌ها بر سر کار باقی ماند. ملاقات پتن و هیتلر را لاوال ترتیب داد. وی در سال 1945 در اتریش دستگیر شد و در فرانسه محکوم به اعدام گشت. باز می‌گردیم به متن. چطور حتی برای یک لحظه تصور میکنید که من بتوانم با همدست خمینی و معمار آن رژیم همکاری کنم؟ وقتی عده‌ای او را لیبرال، دموکرات، ناسیونالیست و پیشرو میخوانند، حالت تهوع به انسان دست میدهد. او پلیدترین فرزند انقلاب خمینی است، انقلابی که خود آتش‌پیار آن نیز بوده است.